ادامه برنامه و مهمانی که در استودیو فعلا با خود داریم. بله دوستان، یک مهمان عزیز دیگر در استودیو آغاز با پیشگام امروز یک شنبه با خود داریم که حالا با ایشان یک مقدار صحبت‌های سیاسی هم خواهیم داشت. آقای هاشمی جاهد را خوش آمدید میگم به استودیو آغاز با پیشگام. خوش آمدید، صبحتان بخیر. سلام آقای جاهد، صبح زیبایتان بخیر. خوش آمدید به استودیو آغاز با پیشگام. به نام خداوند. سلام به بینندگان عزیز، خیلی ممنون شما. سپاس از اینکه تشریف آوردین. خب آقای جاهد، امر رقم که حالا ما برای هموطنان عزیز، ما برای بینندگان تلویزیون علمی و تحصیلی پیشگام و برنامه آغاز با پیشگام گفتم، ما خیلی علاقمند این هستیم از جایی که حالا شما یکی از آگاهان سیاسی کشور ما هستین، روی وضعیت کلی سیاسی افغانستان یک گفتگوی با شما داشته باشیم و همچنان روی پیامدهای آمدن آقای حکمتیار و پیوستنشان به حکومت وحدت ملی. در نخست اگر ممکن هست دیدگاه خودتان را راجع به وضعیت فعلی سیاسی افغانستان بیان کنید. خب ما این بینیم که امروز ما از چند لحاظ خیلی ورشکسته هستیم، مثلا پاشیده هستیم، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، بله، و هم از لحاظ اجتماعی. از لحاظ امنیتی اگر ما متوجه باشیم، بیشترین ضرر را ما از امروز متحمل شدیم. قراره که میدونیم در اکثریت ولایت‌های کشور ما امروز جنگ جریان داره. دولت هلمند جنگ است، دولت قندوز هم جنگ است. به این اساس ما میبینیم که اکثریت یعنی تعداد از جوانای خود وسط بازار کشور خود روزمره ما از دست میدیم. از لحاظ امنیتی یعنی ما دچار مشکل یک مسئله خیلی بزرگی هستیم. اما اکنون با تعداد 15 ولایت ما درگیر جنگ است و نیروهای امنیتی ما سخت تلاش دارند تا مخالفین کشور که طالبان بوده باشند و گروه‌های تروریستی که داعش بوده باشند اونها را به عقب برانند. از سوی دیگر لحاظ اقتصادی هم ما خیلی در ضعف و در فقر اقتصادی قرار داریم. اما خوشبختانه که در این اواخر ما میبینیم که سیاست کثیر محوری کشور ما منجر به این شده که ما تا بتانیم کمک‌هایی را از جامعه جهانی برز بریم. قراره که ما شاهد هستیم در نشست وارسا ما تانستیم که تعهد جامعه جهانی را به خاطر برست آوردن سالانه 1 میلیارد دلار به افغانستان داشته باشیم. همچنان ما تعهد ایالات متحده آمریکا را به خاطر به دست آوردن سالانه بیش از 4 میلیارد دلار به خاطر کمک به نیروهای امنیتی خود ما داریم. میگونه ما در کل تعهد جامعه جهانی را به خاطر حفظ و بقای حکومت افغانستان با خود داریم. لحاظ اجتماعی ما هم میبینیم که خیلی شکسته هستیم. مردم ما دارای روحی بسیار ضعیف قرار گرفتن در این اواخر. خب یعنی یک سردرگمی به مردم ما خیلی ایجاد شده است. در یک جمع‌بندی کلی لحاظ اوضاع سیاسی کشور میتونیم بگوییم که ما در یک پردهگاه بدبختانه خیلی عمیق جا گرفتیم که ان شاءالله با توسل به همکاری با حکومت، با توسل به برادری با همدیگر، با دوری از تعصب و همدیگر پذیری میتونیم به این مشکلات ها ما فائق بیم و ان شاءالله امید به این میبریم که روز ما هم شاهدی باشیم که کشور ما از این بدبختی ها خیلی دور باشه. حالا شما دیگه چه راهکارهایی را مناسب می‌بینید برای که این وضعیت نابسامان و یا به گونه‌ای که شما گفتین در این پرتگاهی که ما قرار داریم از این پرتگاه دور شویم و وضعیت کشوری ما به گونه کلی بهبود پیدا بکنه؟ حالا جدا از این که مردم باید همبستگی و اتحاد داشته باشن، اخیراً مشاهده‌ای بودیم که رهبران حکومت وحدت ملی تا اکنون مخالفت‌هایی بین خود دارند و تا هنوز مشکلات و چالش‌هایی که بین خودشان بوده رو نتونستن حل بکنن و حالا گفته میشه که بیشتر درگیر این چالش‌ها بودن. شما چه فکر می‌کنید؟ خب این یکی از بدبختی‌های کشور ماست. ما بعد از انتخابات سال 2014 تونستیم که به اساس قانون اساسی افغانستان یک روند انتخابات طی بکنیم و یک رئیس جمهور داشته باشیم. بنابراین انتخابات ما بحران رفت و روی مصلحت‌های سیاسی ما آمدیم حکومت وحدت ملی را ایجاد کردیم. بنابراین وقت حکومت وحدت ملی ایجاد شد، خب طبعاً که قدرت هم با اساس توافقنامه‌ای که اینا داشتن، با اساس دیدگاه‌های خاص خود داشتن، اینا هم قدرت هم تقسیم شد. حالا وقت خیلی واضح است وقتی ما می‌بینیم قدرت تقسیم شود مشکلات‌های هم درون به وجود میاد. دو تیم انتخاباتی وقتی که برنده انتخابات در حقیقت اعلان میشن روی یک تفاهم سیاسی، این قدرت هم تقسیم شد. بنابراین هم در سطح وزارت ها، هم در سطح ولایت ها، ولسوالی ها، ریاست ها، همش این مشکلات ما داریم. بنابراین در کل میتونیم بگوییم که امروز ما در یک بدبختی از این لحاظ قرار گرفتیم. به این معنا که حکومت وحدت ملی
در حقیقت با این عمل کرده خود رفت به سوی یک بحران درونی و امروز خیلی مشکل است. ما می‌بینیم که مشروعیت هم از یک سوی اینا را به سم میکوبه، از سوی دیگر هم حکومت وحدت ملی از لحاظ درونی خیلی با هم پاشیده هستند. اختلاف نظرها بین رئیس جمهور و ریاست اجرایی وجود داره. اینا همش با وجود راهکارهایی که شما مناسب می‌بینین برای بهبود این وضعیت چی هست و برای سر و سامان گرفتن بهتر این وضعیت؟ خب ما می‌بینیم که حکومت در این مورد اقدامات داشته. البته همین پیوستن حزب اسلامی به رهبری حکمتیار به روند صلح خودش یک طرحی است به خاطر بهبود اوضاع امنیتی در کشور. قرار که شما قبل هم ذکر کردید، یعنی شما به این باور هستین که آمدن آقای حکمتیار و پیوستنش به حکومت وحدت ملی میتونه یکی از عاملان اصلی آوردن صلح به کشور باشه؟ دقیقاً. ببینید آقای حکمتیار سالهای بسیار متمادی یکی از مخالفین برجسته حکومت بوده و در مقابل حکومت گروه‌های مسلح داشته و جنگیده است و من فکر میکنم که هر عمل نیکی که بتونه ما مردم به صلح برسانه عمل خیر است و عمل نیک است و ای که آقای حکمتیار برای حزب اسلامی را رهبری میکنه در حقیقت میان به روند صلح بدن دقیقاً که میتونه که بعض مشکلات در کشور رفع بکنه. شما متوجه شده باشین که از چند نگاه حکومت افغانستان از سود میبره و از چند نگاه ما میتونیم که از این روند در حقیقت مستفید شویم. از یک لحاظ طالبان به انزوا میرن، به این معنی که طالبان مدعی هستند که اونها مدافع و قوم پشتون هستند و همچنان در حقیقت همین تجدید است از دید درونی البته و همچنان اونها فکر میکنن که دستگاه یا امو زنجیر مذهبی به دست اونا است. با پیوستن آقای حکمتیار به دولت افغانستان جایگاه از اونها تضعیف میشه، چون آقای حکمتیار کسی بوده که سالها یک چهره ضد امریکایی بوده و خود را به عنوان یک رهبر پشتونی در میان قوم پشتون داشته و نفوذ خود را همکنون داره. بنابراین با پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح افغانستان جایگاه طالبان از یک سو تضعیف میشه و از سوی دیگر هم حامیان طالبان که در واقع ما برش بگیم که بعضی کشورها هستند و به خصوص هم پاکستان که همیشه رهبران پاکستان افغانستان به یک پشتون ستیزی متهم کردن که این مردم پشتون ستیز هستند، قوم پشتون بیشتر در قدرت سرنمیدن، در حالی که یک چیز اشتباهی است. ما می‌بینیم امروز قدرت مساویانه تقسیم شده و کام مشکل وجود نداره. این لحاظ آمدن آقای حکمتیار نیز سود خود داشته و یک جواب مثبت خود بود یا یک مشت محکم بود به دهن کسانی که همچون ادعای میکنن. بله. از طرف دیگر هم میتونیم بگیم که یک دستاورد بزرگ به حکومت افغانستان است، چون حکومت افغانستان از یک سو به ناکارایی متهم میشه از دید مردم. بنابراین فکر میکنم که یک دستاورد بزرگ است به حکومت افغانستان و افغانستان هم میخواهد که در کنفرانس بعدی که کنفرانس بروکسل باشه با دستاورد بزرگتری به کنفرانس بره و یک دستاورد بزرگ فکر میکنم به حکومت افغانستان است و در کنفرانس بروکسل هم میتونه یک تحفه به جامعه جهانی باشه به خاطر کمک‌های جامعه جهانی بیشتر به افغانستان. آقای جوهد، پس تعداد زیاد از هموطنان ما که با پیوستن آقای گلبدین حکمتیار به دولت هم دست شدن با این مخالف نظر هستند، شما با اونا چی گفتنی دارین؟ یعنی اونا آیا پیوستن اینا به دولت افغانستان با آینده به اون مردم هم مفید واقع خواهد شد یا خیر؟ ببین، من به دیدگاه هستم که حزب اسلامی به رهبری حکمتیار تاریخی داره و مردم افغانستان تعداد زیادشون از این دیدگاه زجر دیدن، رنج دیدن، فرزندان خود دست دادن در جنگ‌های داخلی افغانستان. اینا حق دارن که اعتراض بکنن، اینا شهروندان افغانستان هستند. اما مصلحت‌های سیاسی امروز زیر ایجاب میکنه که ما بیایم کنار هم بیایم ما تعامل پذیری داشته باشیم، بیایم ما همزیستی داشته باشیم با هم دیگر. بگذاریم ما که آقای حکمتیار بیاد در افغانستان با مردم افغانستان زندگی بکنن، آهسته آهسته ادغام شون، ما همه به دست هم بدیم تا به طرف یک افغانستان خوب و بهتر حرکت بکنیم. یعنی پیوستن اینا با حکومت بالای اوضاع سیاسی افغانستان و یا صلح افغانستان تاثیرات هم خواهد داشت؟ دقیقاً. این خب ما خیلی هم تاثیر داره، از چند نگاه. البته من قبلا ملاحظه کردم یک مورد دیگه شما مونده میمونه که یک مورد خیلی مهمش که حزب اسلامی در بسیاری از ولسوالی ها امروز حاکمیت داره. با پیوستن این حزب روند صلح افغانستان و خلع صلاحی این حزب از شبکه نظامی این حزب، حاکمیت افغانستان در بسیاری از ولسوالی ها چی میشه
تامین میشه. این یک دستاورد دیگه است. حالا با در نظر داشت صحبت‌های شما راجع به اینکه راجع به نکات مثبتی که آمدن آقای حکمتیار ممکنه داشته باشه به حکومت وحدت ملی و برای کشور ما، پس حالا شما چی فکر میکنید تکلیف عدالت چی میشه در این وسط؟ تا کی مصلحت پذیری باید باشه؟ تا کی از روی مصلحت باید رفتار شود؟ حکومت وحدت ملی از روی مصلحت روی کار آمد، نه از روی انتخاب مردم. به گونه این شد که آقای جان کری آمد و از روی مصلحت طوری شد که قدرت تقسیم شد و مشروعیت حالا ریاست جمهوری خودش در حال حاضر زیر سوال هست. این یک طرف. و از طرف دیگه پرسش من این هست که تکلیف عدالت دیگه وسط چی میشه؟ آقای حکمتیار همونقدر که شما گفتین یکی از مخالفین سرسخت حکومت افغانستان بود در سالیان پیشین و یکی از مخالفین متحدین افغانستان که از جمله از متحدین افغانستان میشه ایالات متحده آمریکا را نام برد بود و در این میان حالا حملات تروریستی و افراطگرایانه زیاد را اینا ترتیب دادن و کسان خیلی زیاد به گونه بیگناهانه کشته شدن تحت این عملیات و این حملات تروریستی. نظر شما چی هست در این رابطه؟ خب من بیرسیم که کاش قسمی بود که حکومت ما به اساس قانون اساسی و به اساس خواسته های قانون اساسی به وجود می آمد. باز امروز ما این مشکلات ها نداشتیم. اما از سوی دیگر ما باید این مسئله را مد نظر داشته باشیم که مشکلات در درون دولت افغانستان خیلی زیاد است. ما نمیتونیم که به کلی یک آن خواسته هایی که داریم بالای حزب اسلامی بقبولانیم. اونها گروه مخالف هستند، سالها در مقابل افغانستان در حکومت افغانستان جنگیدن. برای من فکر میکنم که مصلحت کار نیک از دیگه امر. بدون شما مصلحت فکر نمیکنید با ایجاد این مصلحت خود مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر سوال میره؟ نه. وقتی که ما روی مصلحت اینا رو اینجا میاریم او برمیگرده به مردم افغانستان که در آینده ها با این حزب و با رهبری این حزب و افراد این حزب چی عکس العمل داشته باشن. قرار که شما باشین در یکی از ماده های این توافقنامه ذکر شده است که اینها ادغام خیلی خوبی را از طرف حکومت افغانستان خواستند که این ادغام مشرفگونه اینا ایجاد بکنن زمینش که تا اینا بتونن به شکل درست دوباره در جامعه افغانستان ادغام شوند، یعنی با مردم افغانستان دوباره به طرف برن. ببینین این خوب است که ما مصلحت در این موارد در نظر بگیریم. اگر ما مصلحت در نظر نگیریم بالفرض تا چی وقت ما بتونیم به جنگ ادامه بدیم؟ خود جنگ امروز حل نیست. بنابراین ما امروز میتونیم که اینا را روی یک مصلحت در افغانستان بیاریم. اینا من باید شهروند افغانستان دوباره اینجا زندگی میکنن، اما این که اینا چی کارهای در مردم افغانستان کردن و مردم افغانستان در آینده ها چی میتونن در قضیه بکنن، این مسئله بعدی است. از دو لحاظ هم تاریخ شاهد خرابی های اینا خواهد بود و اگر خوب کردن خوبی هاشون ذکر خواهد شد و اگر بد کردن بدی هاشون ذکر خواهد شد. در گذشته در آینده وقتی که در افغانستان قانون حاکمیت پیدا بکنه پس آن زمان است که دیگر عدالت خودش تامین میشه. ما یک چیز متوجه باشیم که در گذشته ها ما یک بحث شب قبل در تلویزیون متوجه شدم، یک بحث بود در بریتانیا که اینا از طرف هندوستان برگزار شده بود و یک سیاستمدار هندوستان سخنرانی میکرد به خاطر از اینکه انگلند یا بریتانیای کبیر باید خسارت بپردازه به مردم هندوستان و خود مردم انگلستان آماده بودن نشسته بودن سخنای زیر میشنیدن، یعنی اونا که آیا این واقعیت میگن نمیگه، آیا ما واقعا غرامت بپردازیم نپردازیم، یعنی بحث تاریخی خود اونا میخوان اصلاح بکنن. در حقیقت مردم بریتانیا میخواستن گذشته خراب خود که اینا در هندوستان داشتن اصلاح بکنن. بنابراین ما هم میتونیم بگیم اگر جامعه افغانستان به این ظرفیت برسه مردمش که در آینده ها بتونن که از تاریخ اصلاح بکنن، میتونن که کسایی که در رأس از این حزب قرار میگیرن و میتونن از آزادی صحیح حزب اینا در افغانستان فعالیت میکنن، اونا رو هم خود برخورد داشته باشن که به اساس عدالت گونه باشه. بسیار خوب. آقای جاهد در اخیر برنامه البته میتونید بر ما بگوین چی باعث شد از نظر از شما یک آگاه امور سیاسی هستین تا گلبدین حکمتیار به این توافق شد بیای با دولت همکاری شوی که همیشه این گونه مصلحت ها وجود داشته باشه؟ پس نظر مردم چی؟ مردم یعنی چی؟ خب در گذشته ها ما متوجه بودیم که حزب اسلامی به رهبری حکمتیار هم از روی خوشی به خاطر روند صلح نشانده بود، اما زمینه مساعد نبود. از یک دیدگاه و از دیدگاه دیگر هم میتونیم که ما بحث بکنیم این که حکمتیار در آخرین سالهای زندگی خود قرار داره و میخواد در آخرین سالهای زندگی خود کار کرده باشه به نزدیکان خود، کار کرده باشه به اعضای رهبری حزب خود. بنابراین ما به عنوان نمونه میتونیم بگیم که حضور فرزند ارشد
حکمتیار در کارزارهای سیاسی به این معنی است که اونا میخوان در آخر یعنی تیکه‌داری یعنی میتونن اوضاع سیاسی برای افغانستان خودشان جا داشته باشن و بتونن این روان تیکه‌داری را هم استمرار ببخشن. یک دیدگاه همین خیلی دیدگاه مهم است و دلیل دوم که شاید آقای حکمتیار خواسته باشه در این سالهای آخر عمر خود به روند صلح پایانه به افغانستان بیاین، این زیستن در مقابل دشمنان دیرینه‌اش است که میخوام مقتدرانه در مقابل اونها دوباره که به سالهای متمادی دور از افغانستان زندگی کردن دوباره در پیش روی چشمان دشمنان خود زندگی بکنم و براشون بفهمونم که ما هم چیزی بودیم. بله. در صورت افغانستان چیزی بودیم و توانستیم که تا امروزه هم بازی بکنم. برای با این دو دیدگاه خیلی مهم است که آقای جاهز حالا امروز هم که همکارم گفت در لحظات اخیر بخش قرار داریم، اما یک پرسش دیگه ای در ذهن ما باقی میمونه، او هم این هست که حالا ممکنه در ذهن خیلی از بیننده‌های عزیز ما وجود داشته باشه که چقدر خوشبینانه میتونیم بگوییم که وجود حکمتیار گلبدین حکمتیار در میان حالا کابینه حکومت وحدت ملی میتونه خوب باشه و میتونه مثبت باشه. خب از قبل ما هم داشته باشیم که حزب اسلامی، شاخه های حزب اسلامی در افغانستان بر رهبری جناب قندیوال صاحب و بعض شوراهای دیگه که اینا داشتن در طول 15 سال اینا با حکومت همکار بودن، در پست های کابینه کار کردن، در ریاست ها کار کردن و همچنان امروز می‌بینیم که معاون دوم انجینر احمد معاون دوم ریاست جایی نیز از حزب اسلامی هستن اینا. بله. یعنی اینا حضور داشتن. بنابراین ما فکر می‌کنیم حضور آقای حکمتیار در حکومت افغانستان شاید این روان تقویت ببخشه. شاید بتونه که سهم بیشتر به خود آقای حکمتیار اختصاص بده. و ممکن است که هم خوب باشه، پیامدهای خوب داشته باشه، و ممکن است پیامدهای بد داشته باشه. بله. تا حالا که ما متوجه بودیم که حضور دو نفر از در سیاست افغانستان خب پیامدهای چندان خوبی نداشته. اما اگر اینا ما یک تعامل نداشته باشن، از دو بسیط تبدیل شوند و قدرت سیگونه تقسیم بکنن، فکر بکنم که پیامدهای منفی ازی بیشتر خواهد بود و اجتماع افغانستان، جامعه افغانستان پیش که به سوی ترقی و رشد برن، ما بیشتر به سوی بدبختی میریم. گرچه سیاست های خارجی را ما دی وقتایی میبینیم که خیلی زیبا پیش میره، خیلی تلاش میکنه به خاطر اینکه توانسته باشه امتیازات خیلی زیاده از کشورهای بیرونی به خاطر مبارزه با تروریسم، به خاطر صلح و امنیت در افغانستان انجام داده ما دیدیم. به عنوان مثال میتونیم بگیم که کمک‌های روسیه در افغانستان، کمک‌های چین در افغانستان، خصوصا کمک اخیر کشور هند به افغانستان، این از تلاش‌های سیاست خارجی افغانستان است که با ما خیلی خوشبینانه است و ما فکر می‌کنیم که اگر این چنین سیاست‌ها ادامه داشته باشه، ما میتونیم دشمنان خود در همسایگی خود ما خیلی خوب سرکوب بکنیم، خیلی زود به انزوا بریم و میتونیم بسیار خوب از دیگران ما کمک بگیریم، چی کمک‌های نظامی، چی کمک‌های نقدی، تا بتونیم جنگ که ما علیه تروریسم داریم به نیابت از جهان او جنگ بتونیم برنده شویم. سپاس شما آقای جاهز که حاضر یافتین در استودیو آغاز با پیشگام با ما بحث داشته باشین در مورد پیوستن گلبدین حکومتیار. سپاس. گفتگوهای ما حالا امیدوار هستم برای شما عزیزان هم خوب واقع شده باشه و از صحبت‌های آقای هاشمی جاهز آگاه امور سیاسی بهره مند شده باشین و من مطمئن هستم که بهره مند شدین. سپاسگزاری ویژه می‌کنیم یک بار دیگر از آقای هاشمی جاهز عزیز از اینکه تشریف آوردن به استودیو آغاز با پیشگام، سعادت بخشیدین تا ما با شما هم کلام شدیم. و سپاس ویژه از شما عزیزان بیننده. خب زاره چی دارین دیگه بخش؟ یعنی فکر کنم بخش اخیر برنامه است یک آهنگ و ما دست رفتن همکارای تکنیکی ما فکر کنم با دیدن همین آهنگ هم برنامه ما ختم میشه. آهنگ رو میبینیم دوباره برمیگردیم. دل و جان در طلب دیدن
چشم سویم تو مدوز، چشم سویم تو مدوز، زان که دل بسته شود من سر بازار توام، من خریدار توام، من خریدار توام، زان که دل بسته شود من سر بازار توام، من خریدار توام، من خریدار توام، دل و جان در طلب دیدن دیدار توام، من خریدار 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 توام. بخش اخیر برنامه امروزی آغاز با پیشگام است، اما بخش پیوند باقی مانده که علی براتون توضیح میده. بله دوستان، خب سارا کارهای خود سر من اندازه خیلی خب دوستان، امیدوار هستیم تا این بخش برنامه حالا صحبت هایی که با مهمان های عزیز ما داشتیم و محتوای برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و امیدوار هستم که از گفتگوهایی که شد هم بهره مند شده باشین و حالا نکات مثبتی را دریافت کرده باشین. اما هم که سارا گفت در بخش پیوند قرار داریم و عزیزان ما همیشه نظریات و پیشنهادات و انتقادات شما را با آغوش باز پذیرا هستیم و استقبال میکنیم از نظریات، انتقادات و پیشنهادات خوب شما عزیزان. و صفحات اجتماعی همه ما شما دسترسی داریم، فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و همه این شبکه‌های اجتماعی را استفاده میکنیم و مطمئنا شما هم استفاده میکنین. و فیسبوک میتونین پیشگام تیوی آفیشیال را پیدا بکنین و توییتر هم پیشگام تیوی و دیگر رسانه‌های اجتماعی هم همین نام را میتونین جستجو بکنین، پیدا بکنین، لایک بکنین یا فالو بزنین و نظریاتتون رو از طریق پیام برای ما ارسال بکنین. در پست هایی که ما میگذاریم کامنت هایتان با این نظریاتتان را بنویسین تا ما برای بهبود برنامه های خودمون به خصوص و برنامه آغاز با پیشگام از نظریات و پیشنهادات و انتقادات خوب شما استفاده بکنیم و او مواد و محتوایی که شما عزیزان علاقمندش هستین را در برنامه های خود به خصوص برنامه آغاز با پیشگام جا بدیم. خب دیگه در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم و اما یادتان نره که به وبسایت یوتیوب مراجعه بکنین، به وبسایت تلویزیون پیشگام هم مراجعه بکنین. در یوتیوب پیشگام تیوی بنویسین، چنل یوتیوب ما را پیدا بکنین و برنامه‌های پیشین آغاز با پیشگام را و برنامه‌های دیگر تلویزیون علمی و تحصیلی پیشگام را میتونین در چنل یوتیوب ما ببینین، مشاهده بکنین و نظریاتتان را راجع به برنامه‌های پیشین آغاز با پیشگام و دیگر برنامه‌های تلویزیون پیشگام بنویسین. ما پذیرای تمامی نظریات شما عزیزان هستیم و همچنین اگر سوال دارین راجع به برنامه و یا میخواین از طریق ایمیل با ما در تماس باشین، info@pishgam.tv ایمیل رسمی تلویزیون پیشگام هست که میتونید به info@pishgam.tv ایمیل ارسال بکنید و نظریاتتان رو برای ما بفرستین. درست بله می‌ذارم؟ بله بسیار خوب. دوستا بخش اخیر برنامه است، علی خوب است با دوستان از خود خدافظی کنیم. خوب است، من که دلم نمیشه خدافظی بکنم، تو چی؟ بله علی، خب با ایشان خدافظی میکنیم تا برنامه فردا که باز هم ما و علی در خدمتتان هستیم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. بقیه روزتان خوش، شاد و موفق باشید. بله دوستان، سربلند و سرفراز و پیروز باشین تا درودی دیگر. بدرود.